Вся Россия выбирает Владимира, весь мир выбирает Владимира, Владимира Владимировича Путина. Я выбираю Владимира. این ترانه نوی طالبجان قربانخانوف سراینده تاجیک در وصف ولادیمیر پوتین است. چندی از سراینده های مشهور روسیه درخواست طالبجان قربانخانوف را جهت سراییدن این سرود نو در وصف پوتین رد کردند. پس از چندین جواب رد از سرایندگان روس، قربانخانوف در نهایت ترانه نوش را در وصف پوتین به تنهایی اجرا کرد. او ترانه نوی خود را با نام ردین پرزیدنت پوتین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه نشر کرد. انتخابات پرزیدنتی روسیه روز یکشنبه 18 مارس صورت می‌گیرد و ولادیمیر پوتین یکی از نامزدهای اصلی این سبقت است. در این ترانه قربانخانوف با عباره‌های مثل بهر نجات کشور ما از آسمان فرستادند به کشور بزرگ رهبری بزرگ پوتین را وصف می‌کند. در نیمه دوم ترانه او خطاب به مخالفین پوتین میگوید شما کجا جدل می‌کنید که این کرسی را به پوتین خدا داده است. در آستانه این انتخابات در وصف نامزدی مورد نظرش پوتین ترانه نوی نوشت و خواست آن را با نفر از سرایندگان معروف روس بسراید. او گفت یا ما اومدم یک موضوع مثل که سامیس نگم حافظه تا میخونم این اگه اروپا چقدر میترسن یا که مثلا چقدر نه فورداشون دا سامیسن به خاطر که متعلیت پالیتیکی که من خطیب سیاست وسایل نکرد ما یک موضوع امر گفتم ما بیام سامیس نگم آدم روستا میخونم که نشیدم از کس کرد اینا اون توکل بخلاق بخورم. در آستانه انتخابات قبلی پرزیدنتی روسیه در سال 2012 نیز طالبجان قربانخانوف در وصف ولادیمیر پوتین 3 ترانه اجرا کرده بود. اسم طالبجان قربانخانوف نخست با ترانه VVP معروف شد. بعداً 2 ترانه دیگری او Спасибо тебе Боже за Владимира و с юбилеем господин президент نشر شدند. منتقدان نشر این ترانه ها را بخشی از معرکه تبلیغاتی قبلا تحریض شده کرملین می‌دانند. اما طالبجان قربانخانوف میگوید او صدقاً هوادار پوتین است و تا به حال از حساب ترانه‌های سراییده‌اش فایده مالی ندیده است.